نخستین زن ایرانی فضانورد. سلام، اینجا کانال دی آدر سایده و ما اینجا از داستان و دانستنی هایی که شاید کمتر شنیدید حرف میزنیم. پس اگه از داستان و دانستنی خوشتون میاد کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو بزنید. انوشه انصاری اولین زن فضانورد ایرانیه که حتی به اولین زن مسلمان فضانورد هم شناخته میشه. اون سال 1345 توی مشهد به دنیا آمد. انوشه انصاری اولین زن گردشگر فضایی، اولین فضانورد ایرانی تبار و دومین فضانورد فارسی زبان جهانه. اون سال 1363 خورشیدی یعنی مصادف با 1984 میلادی توی 18 سالگی به همراه خانواده‌اش به امریکا مهاجرت کرد. انوشه مدرک کارشناسی خودش رو تو رشته مهندسی الکترونیک و علوم رایانه از دانشگاه جورج میسون و مدرک کارشناسی ارشدش رو تو زمینه مهندسی الکترونیک از دانشگاه جورج واشنگتن دریافت کرد. اون بعد از موفقیت و دریافت مدارک تحصیلیش با شرکت‌های بزرگی همکاری کرد و با اونها پروژه‌های موفقیت آمیزی رو انجام داد. بعد از گذشت مدتی یعنی سال 1372 مصادف با 1994 میلادی انوشه با همکاری همسرش حمید انصاری و برادر همسرش یعنی امیر انصاری شرکتی رو تأسیس کردند و اسم اون رو تلکام تکنولوژی گذاشتن یا همون TTI. شرکت آنها تو زمینه تامین تجهیزات مورد نیاز شبکه‌های کامپیوتری کار می‌کرد و سال 2000 فروخته شد. اما سال 2000 انوشه انصاری جایزه اول کارآفرین ملی ایالات متحده آمریکا رو از آن خود کرد و خب توی مجله فورچیون یعنی سال 2001 اون توی فهرست تاجران موفق قرار گرفت. بعد از فروختن شرکت TTI انوشه انصاری با همکاری همسرش یه شرکت تازه تأسیس کردن و اسم اون رو پرودی نامگذاری کردن. مدیر عامل و ریاست این شرکت بر عهده انوشه بود و هدف اونم این بودش که با مشارکت آژانس فضایی فدراسیون روسیه و شرکت ماجراجویی‌های فضایی طرحی ایجاد کنن که ناوگانی از فضاپیماهای تجاری یه سری گردشگرای فضایی رو به ارتفاعات زیرمداری بفرستن. اسم این کشتی فضایی رو گذاشته بودن کاشف ماجراجویی فضا که میتونه 5 مسافر رو به ارتفاعات زیرمداری حمل کنه و این باعث میشه که یه سری مسافر خوش اقبال بتونن گردی سیاره زمین و سیاهی فضا رو واسه چند دقیقه تماشا کنن. و اما سفر خود انوشه به ایستگاه بین‌المللی فضا. با وجود این همه موفقیت‌هایی که انوشه داشت اما همش ذهنش درگیر سفر به فضا بود. و خب اون اشتیاق دیدن کره زمین از فضا باعث شد که اون سرانجام دل به دریا بزنه و برای تجربه سفری هیجان انگیز به ایستگاه بین‌المللی فضایی ثبت نام کنه. این سفر حدوداً 20 میلیون دلار هزینه داشت که سرانجام قرار شدش که 18 اردیبهشت ماه سال 1385 مصادف با 8 می 2006 سازمان فضایی روسیه اعلام کرد که انوشه انصاری به عنوان نخستین زن گردشگر فضایی در یکی از پروازهای فضاپیمایی به مدار زمین سفر کنه. اما مشکلی که پیش اومد این بودش که بعد از رد صلاحیت یه داوطلب ژاپنی به خاطر مسائل پزشکی و جا موندن از مأموریت مقرر شد انوشه انصاری تو 23 شهریور 1385 به اون سفر بره و بالاخره این اتفاق افتاد و بالاخره فضاپیمای سایوز روسیه در صبح روز دوشنبه 18 سپتامبر 2006 از پایگاه فضاییش تو قزاقستان به فضا پرتاب شد و 20 سپتامبر 2006 با موفقیت به ایستگاه بین‌المللی فضایی پیوست. و از اون روز اقامت 9 روزه انوشه انصاری توی ایستگاه فضایی شروع شد. اما تو طول این مدت اقامت انوشه توی ایستگاه بین‌المللی فضایی برای آژانس فضایی اروپا مجموعه‌ای از آزمایش‌های علمی انجام داد که میشه به یه سریش اشاره کرد، مثل
علل کمخونی، تأثیرات تغییرات ماهیچه‌ای بر کمردرد، همچنین تأثیر تشعشعات فضایی روی فضانوردان ساکن توی ایستگاه بین‌المللی فضایی و گونه‌های میکروبی که تو اون ایستگاه پرورش دادن. انوشه انصاری 29 سپتامبر 2006 به همراه 2 تن از فضانوردان ساکن ایستگاه به زمین برگشتند و با استقبال گرمی از سوی خانواده و مقامات محلی و مسئولان سازمان فضایی روسیه روبرو شدند. در حال حاضر اون نخستین زن فضانورد ایرانی و 4مین توریست فضایی دنیا محسوب میشه. و اما فعالیت‌های انوشه انصاری بعد از سفر به فضا. اون همراه با برادر همسرش یعنی جمشید انصاری یه مؤسسه خیریه به اسم بنیاد اهورا رو اداره و مورد حمایت مالی قرار دادن و با کمک خانواده‌اش در زمینه خانه دیجیتال شرکت پرودیا سیستم رو تأسیس کردن که هدف اون راه اندازی یه سیستم پیشرفته برای آمیختن و استفاده آسان از محصولات و فایل‌ها و تولیدات ابزار خانگی دیجیتال بود که دفاتر رسمی اون توی تگزاس و هندوستان قرار داره. اما جوایز و افتخارات انوشه انصاری. اون با عنوان کارآفرین برتر از توی مجله زن شاغل امریکا در سال 2000 کسب افتخار کرد و نخستین جایزه نوآور سیمونز که سالانه به کارآفرین‌های موفق زن توی زمینه‌های فناوری اهدا میشه رو سال 2009 کسب کرد و دریافت جایزه ملی پیشگامان فضای ایالات متحده امریکا به پاس خدمت اون به جامعه فضایی در سال 2015 و اینها فقط تعدادی از افتخارات اون بود. این بود از زندگی اولین زن ایرانی فضانورد انوشه انصاری که با هم شنیدیم. ممنون که ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. اگه از ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و اگه از داستان دانستنی خوشتون میاد کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو بزنید.